سلام تماشابینان عزیز. خلاصه خبرهای مهم شنبه 4 سپتامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز در این برنامه. اخراج سید انور سلیمانوف از روسیه برای حمایتش از اپوزیسیا. پیام احمد مسعود پنشیر تا الحال محکم ایستاده است. 10 نفر در یک جزیره در مرز افغانستان با تاجیکستان درماندند. تاقی پوشید و مسجد رفت. ملاقات کنسول تاجیکستان با مهاجران در مسجد اکاترینبورگ. فوتبال باز تاجیک شمس‌الدین شنبیف به دسته ارتش اومسک گذشت. وزارت در تاجیکستان همگی 11 بیمار کرونا ویروس باقی مانده است. هلاکت 4 نفر در 4 صدمه در 2 روز اخیر در وحدت، شغنان و کنی بادام. و اکنون تفصیلات خبرها. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در صحیفه هایش در توییتر و فیسبوک خبر به دست طالبان افتادن دره پنشیر را آوازه بی اساس نامید. این بیانیه احمد مسعود در پاسخ به ایده های طالبان است که طرفداران شب گذشته در کابل با تیر و موشک اندازی پیروزیشان در پنشیر را جشن می گرفتند. متن پره پیام احمد مسعود چنین است: هیچگاه از مبارزه برای خدا، آزادی و عدالت دست نمی کشیم. مبارزه چه مثل پنشیر که تا الحال محکم ایستاده و چه مثل خواهران با غیرت هراتی ما که فریاد حق خواهی را شجاعانه بلند کردند. نشان دهنده این است مردم از خواسته بر حق خویش خسته نمی شوند و از هیچ تهدید نمی هراسند. شکست وقت اتفاق می افتد که از مبارزه بر حق خویش دست بکشید و خسته شوید. مردم ما هیچ وقت به توکل خدا خسته نمی شود و تا ساختن افغانستان آباد و آزاد و مستقل به پیش خواهند رفت. جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان در حکومت اشرف غنی نیز در توییترش نوشت طالبان تا حال پنشیر را نگرفته است. خواهش میکنم با آوازه های بی اساس روحیه نیروهای مقاومت را نشکنید. غلامان پاکستان اگر پنشیر را اشغال کنند پنشیر گور آنها خواهد شد. طالبان شب 3 سپتامبر اعلان کرد که پس از 5 روز جنگ‌های شدید جنگیانش توانستند وارد دره پنشیر شوند و مرکز پریان بزرگترین ولسوالی ولایت پنشیر را اشغال کنند. فعال مقیم مسکو سید انور سلیمانوف خبر داد که او را برای پشتیبانی از مخالفان حکومت کنونی روسیه از این کشور رانده‌اند. 1 ماه آخر سلیمانوف در ستاد پیش از انتخاباتی سابق مدیر اجرایی سازمان اتکریتای روسیه اندری پیوواروف که حالا در حبس قرار دارد کار میکرد. سلیمانوف شهروند تاجیکستان است و بعد صدور حکم بیرون کردنش او خودش مستقلانه ترک روسیه کرده به یک کشور امن پناه برده است. او میگوید اگر مستقلانه نمیرفت مقامات روسیه وی را به تاجیکستان میفرستادند. سلیمانوف نوشت که او برای مستقلانه ترک کردن قلمرو روسیه همگی 3 روز فرصت داشت. در صورت غیر مرا به تاجیکستان میفرستادند. برای تنقیدهایم از اسلام و حکومت کنونی در تاجیکستان پیدا شدن من خطرناک بود، نوشته سلیمانوف. باقی مانده است که باید اکنون مسئله بازبینی حکم اخراج سلیمانوف را مطرح کند. نام سید انور سلیمانوف در اول سال جاری رسانه‌ای شد. او که اون وقت در بیمارخانه بیماران کرونا ویروس در تالار کریلاتسکی در مسکو کار میکرد در جای کارش با فانوس عکس گرفت و در چارچوب معرکه اپوزیسیونی لیوبوف سیلنی استراخا در اینترنت نشر کرد. روز دیگر سلیمانوف را از کار راندند. مقامات روسیه سبب اخراج سلیمانوف را شرح نداد ولی حقوقدانان گفتند که به احتمال غالب او را بر اساس ماده 25 قانون درباره ترتیب ورود و خروج از روسیه شخص نامقبول خواندند. این بند قانون افرادی را که به امنیت و ترتیبات جمعیتی روسیه تهدید میکند میتواند همچون شخص نامقبول از حق ورود و زندگی و کار در روسیه محروم کند. اخیراً وزارت کارهای داخلی روسیه یک ساکن بیشکک را برای در کوچه لطوکوب کردن یک دختر روس و طنزنگار ادراک میرزا علیزاده را برای یک شوخی ناجا نسبت به روس‌ها عمرباد از حق عبور مرزهای این کشور محروم گرداند. سید انور سلیمانوف یگانه زاده تاجیکستان نیست که برای پشتیبانی از مخالفین حکومت کنونی روسیه
جزا میگیرد. ماه ایول سال 2019 رهبر تاجیک سمرالدین رجبوف را در مسکو برای اشتراک در اعتراض مخالفین دستگیر کردند. او بعد قریب نیم سال در پایان سال 2019 در پی پرداخت 100,000 روبل جریمه و از حبس آزاد شد. وزارت تندرستی تاجیکستان شام 3 سپتامبر خبر داد که در یک شبانه روز آخر در جمهوری 27 حالت نو سرایت شهروندان به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت شده. در این مدت 29 نفر از این ویروس شفا یافتند و خوشبختانه کسی نففتیده است. در مجموع بنا به آمار رسمی وزارت از اول به قیدگیری پاندمی تا شام 3 سپتامبر در کشور 16940 حالت گرفتاری به کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. از این شماره تا سانحه ذکر گردیده 16805 نفر و یا 99 از 12% شفا یافتند، ولی 124 نفر متاسفانه فوتیدند. از آمار وزارت تندرستی برمی آید که تا شام 3 سپتامبر در تاجیکستان چه در شرایط خانه و چه در بیمارستان ها همگی 11 نفر از کرونا ویروس تبابت میگیرند. وزارت اما شرح نداده است که اگر تنها روز 3 سپتامبر 29 نفر گرفتار کرونا ویروس شده باشند، پس چرا تا شام 3 سپتامبر همگی 11 بیمار باقی مانده است؟ آیا باقی مانده را در بین همگی چند ساعت معالجه کردند؟ تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. شبکه تلویزیونی افغانستان اینترنشنال روز 3 سپتامبر ویدیوی 10 نفر را نشر کرد که در یک جزیره در بین دریای امو در خط مرز افغانستان با تاجیکستان جمع شدند و می‌خواهند تاجیکستان برایشان پناهگاه بدهد. در ویدیو از بین ازدحام بزرگ پناهجویان که در بینشان زنان و کودکان و پیرانسالان زیادند، یک زن پیش برآمده سخن می‌کند. ما از افغانستان مهاجر شدیم در تاجیکستان آمدیم. از سازمان ملل متحد از جامعه جهانی می‌خواهیم که ما از مرز افغانستان چون تاجیکستان عبور کردیم رفتیم، ما را دوباره تاجیک‌ها آوردن در یک جزیره فریب دادن که ما شما را در تاجیکستان میبریم. گفتن ما را که 80 نفر تعداد ما هست، طفلای شیر خورد، طفلای خورد، امی ما را در یک جزیره خشک آورده. از 3 وقت نان دبا یک وقت نان میتن. لطفاً از ملل متحد از جامعه بشری خواهش میکنیم که داد ما برسه، داد ما برسه. طفلای ما به غذاست، به شیر است، به چیز است، برسن داد ما. روز 1 سپتامبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده نیز در ملاقات با رهبر نمایندگی کمیسر عالی سازمان ملل متحد عاید به گریزه‌ها مولگه تزویتی گفت حالا در مرز تاجیکستان با افغانستان 80 عائله با فرزندان خود جمع شده از ترس و وهم قصد کشتارشان خواهش به تاجیکستان وارد شدن را دارند. او گفت وزارت کارهای داخلی همچون سوبیکت عملنمایی قبول گریزه‌ها آنها را قبول، آموزش و به قید میگیرد و از تشخیص کرونا ویروس میگذراند، با آنها صحبت انفرادی میگذراند، شخصیت آنها را معین میکند تا اعضای سازمان تروریستی زیر نقاب پناهنده وارد تاجیکستان نشوند. نگرانی های وجود دارد که در پی به دست طالبان گذاشتن قدرت در افغانستان شماره پناهجویان از آن کشور خیلی خواهد افزود. روز 3 سپتامبر کنسول گنرالی تاجیکستان در اکاترینبورگ ظفر سعیدزاده در وقت نماز جمعه از مسجد جامع مفتیات مرکز ولایت سوردلوفسک در کوچه باژوف دیدن کرد. در این باره خبرگزاری اسلام نیوز رو با نشر داکس خبر داد. بنابراین منبع دیپلمات تاجیک قبل از نماز جمعه در چهره‌بینی بخشیده به یادبود قربانیان حمله تروریستی 1 سپتامبر سال 2004 در بیسلان که مفتیات سوردلوف عبدالقدوس اشارین تشکیل کرده بود اشتراک کرد. ظفر سعیدزاده در سخنرانیش در برابر نمازگزاران که یک بخش اعظم آنها را مهاجران تاجیک تشکیل می‌دهند گفت شریعت اسلامی صراحتاً تروریسم و دیگر نوع‌های ظهورات افراط‌گرایی را محکوم می‌کند و تجربه حقوق اکثر کشورهای مسلمانشین دنیا بر پایه همین اصل بیان یافته است. کنسول تاجیکستان از نمازگزاران از جمله هموطنان خود دعوت کرده است که به مسئولیت‌های خود همچون شهروند و همچون مسلمان اصیل صادق باشند و به نفع جامعه عمل کنند. سعیدزاده ظفر شیرعلی 18 دکامبر سال 1961 در شهر دوشنبه در عائله
خادم حربی به دنیا آمده است. ظفر سعیدزاده هنوز سال 1989 رساله نامزدیش را حمایه کرده صاحب عنوان نامزد علم‌های فلسفه شده. سال 2016 دکتر علم‌های تاریخ شد. ظفر سعیدزاده سالهای شوروی در ساختار کمسمول کار میکرد و تا به مقام مدیر بخش ایدئولوژی کمسمول تاجیکستان رسید. او در سالهای 90 چند سال رهبری دپارتمنت اطلاعات و تعلیل وزارت خارجه را بر عهده داشت. سپس سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان شد. ظفر سعیدزاده همچنین چندین سال در مقام رهبر خبرگزاری خاور و سرمشاور پرزیدنت عاید به سیاست خارجی کار کرد. 17 فوریه سال 2020 به مقام کنسول گنرالی تاجیکستان در اکاترینبورگ تعیین شد. او مؤلف بیش از 70 کتاب و بروشورهای علمی در مسائل فلسفه، تاریخ، سیاست شناسی و سیاست خارجی و اطلاعاتی و ایمشساز تاجیکستان بود. سال 2001 جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام لاهوتی را به دست آورده است. سال 2006 ظفر سعیدزاده سزاوار مدال خدمت شایسته شده است. شهر اکاترینبورگ از ولایت سوردلوفسک یکی از سمت‌های اساسی مهاجرت کاری شهروندان تاجیک در روسیه به شمار می رود. دستپرور باشگاه مشهور سپارتاک مسکو شمس‌الدین شنبیف به هیئت دسته ارتش اومسک گذشت. در این باره خدمات مطبوعات ارتش خبر داد. شمس‌الدین شنبیف فرزند مهاجران تاجیک 24 سال دارد. 18 فوریه سال 1997 در ولایت سوغد تاجیکستان به دنیا آمده. در ایام کودکی همراه والدانش به مسکو کوچید و در مکتب دسته سپارتاک به مشق فوتبال آغاز کرد. شمس‌الدین شنبیف در خط حمایه بازی میکند و در هیئت دسته های نورسان و جوانان سپارتاک در مسابقات FAL و لیگ نورسان اویفا بارها به میدان برآمده. در هیئت تیم های یکچین نورسان روسیه نیز 12 بار هنرنمایی کرده است. شمس‌الدین شنبیف سال 2014-2016 در هیئت تیم جوانان سپارتاک 42 بار به میدان برآمده. سالهای 2015-2018 در هیئت سپارتاک 2 48 بازی کرده است. شنبیف سال 2018 تا پایان 2020 در هیئت دسته اورال و اورال 2 از اکاترینبورگ و در نیمه اول سال 2021 در هیئت دسته اسلوچ از بلاروس بازی کرده است. دسته ارتش اومسک در گروه چهارم دیویزیون دوم لیگ ملی فوتبال روسیه بازی میکند و بعد 7 بازی با 11 امتیاز در بین 15 دسته در مقام هفتم قرار دارد. جای اول را در این گروه فعلا دسته چلیابینسک با 18 امتیاز در دست دارد. در این گروه دسته های معروف چون امکار و زوزده اسپرم، دیناما برناول، لادا تالیاتی، نوستا همچنین اورال دوی که شمس‌الدین شنبیف قبلا عضو آن بود رقابت میکنند. دادگاه کولوب سهراب رحیموف معاون سابق رئیس شهر کولوب را که روز 5 ایول سال جاری از جانب مقامات کمیته امنیت با اتهام قلابی و سوء استفاده از منصب بازداشت شده بود 72,000 سومانی جریمه بسته از تالار دادگاه آزاد کرده است. حکم او میانه های ماه اوگوست صادر شده است. در دادگاه کولوب به رادیوی آزادی گفتند که معاون سابق شهرداری ضرری رسیده از عملش را برقرار کرده و به همین دلیل با جریمه خلاص خورد. قانون برای چنین جنایت جریمه طلب می کند. وقتی ضرر برقرار شد عیبدار شونده با جریمه آزاد می شود. گفتند در دادگاه کولوب این در حالی است که بنا به اطلاع دریافتی سهراب رحیموف را کارمندان امنیت هنگام گرفتن پاره دستگیر کرده بودند. در تاجیکستان در سالهای آخر موردهای به ماده جزایش سبکتر قلابی توپ دادن پرونده های منصبداران پاره‌خور زیاد شده است. سهراب رحیموف تازه 1 سال پیش معاون رئیس کولوب در مسئله ساختمان تعیین شده در این وظیفه همگی 1 سال کار کرد. نشریه مستقل پایک ماه دکامبر سال 2020 رحیموف را برای به تجارت مشغول شدن و نسپاریدن حق استفاده برق تنقید کرده بود. این مسئله در اول سال 2021 در نشست مطبوعاتی شهرداری کولوب نیز در میان گذاشته شد و آن وقت سهراب رحیموف آوازه ها درباره صاحبکاریش را چنین شرح داده بود: خانه شخصی است، چند نفر را شناندم، مگر صاحبکار به حساب می روم؟ خانه خالی بود، در آنجا 4 استودنت شناندم، چه گناه کردم؟ در 1 سال آخر سهراب رحیموف
دویمین منصبدار بلندپایه در حکومت کلوب است که با اتهام قلابی و سوء استفاده از منصب دستگیر می شود. بهرام عنایت‌زاده رئیس پیشین کلوب که در گذشته در منصب رئیس شهر استرافشان و وکیل مجلس ملی نیز بود، ماه ایون سال 2020 دستگیر و به 12 سال زندان محکوم شد. لازم به یادآوری است که سهراب رحیموف بعد حبس عنایت‌زاده و تعیین عبدالقادر ولیزاده برابری شهر کلوب معاون او تعیین شد. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی روز. اسرار و شهربانو سال تولدش 2004 روز 20 ایون از خانه بیبیش در شهر وحدت برآمده با همین بیدرک شده است. به گفته نزدیکانش شهربانو شهروند روسیه بوده، همراه والدانش در روسیه زندگی میکرد و تابستان خانه بیبیش به شهر وحدت مهمانی آمده بود. جستجوی شهربانو توسط مقامات میلیسیا تا حال نتیجه نداده است. حالا نزدیکان جگرخون شده شهربانو از مردم خواهش دارند که در جستجوی جگربندش به آنها دست یاری دراز کنند. از همه آنهایی که درباره سرنوشت شهربانو و کجا بودن او معلومات دارند خواهش می شود که با این رقم با مادرش تماس بگیرند. 919 10 40 01. والدان دلخون از خود شهربانو هم اگر این سطرها را میخواند التجا دارند که هر کجایی که باشد از خود درک دهد و عزیزانش را از این بیشتر دلافگار نکند. روز 3 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 00:50 راننده افت-ماشین تمغه وز 21099 کبودزاده منوچهر قناعت سال تولدش 1993 ساکن نویه فیض‌آباد هنگام حرکت در شورای دوشنبه وحدت فیض‌آباد از سمت شهر وحدت به سمت نویه فیض‌آباد در جماعت دیوت عبدالواسیف شهر وحدت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به افت-ماشین تمغه مرسدس بنز که تحت اداره راننده رحمانوف امردین شریفوویچ سال تولدش 1983 ساکن شهر دوشنبه قرار داشت برخورد است. در نتیجه مسافر داخل افت-ماشین تمغه وز 21099 شریفوف ایسانجان رستموویچ سال تولدش 1995 ساکن جماعت دیوت چلچشمه نویه فیض‌آباد جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است و راننده افت-ماشین مذکور کبودزاده جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. متاسفانه 3 سپتامبر سال 2021 تخمین ساعت 21:40 راننده افت-ماشین تمغه چنخو سیدبیکوف عبدالله نرزولویویچ سال تولدش 1990 ساکن جماعت دیهات چورگلتپه نویه رودکی هنگام حرکت از سمت نویه رودکی به سمت شهر وحدت در روی ماشینگرد دوشنبه کلوب خوروغ واقع در جماعت دیهات بهار از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگر دولتوف عثمان تیشایویچ سال تولدش 1958 ساکن جماعت دیهات بهار شهر وحدت را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر دولتوف جراحات وزنین جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اینچنین روز 2 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 16:40 راننده افت-ماشین تمغه تویوتا لندکروزر تحت اداره راننده علی نظرف اکملجان اکرم جانویچ سال تولدش 1987 ساکن شهر خوروغ هنگام حرکت از سمت جماعت دیهات نواباد به سمت شهر خوروغ در جماعت دیهات سوچار نویه شغنان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نوبالغ زنجیربیک و امینه لایقوف سال تولدش 2015 ساکن همان جا را پخش نموده است. در نتیجه نوبالغ زنجیربیک و جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. همین طریق 3 سپتامبر سال 2021 تخمین ساعت 0:40 راننده افت-ماشین تمغه مرسدس بنز شریفوف جهانگیر حامیدویچ سال تولدش 2000 ساکن جماعت دیهات لاهوتی شهر کانیبادام هنگام حرکت از سمت دهه مرهم به سمت دهه لاهوتی در روی ماشینگرد کانیبادام دهمای از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده با درخت در شفت راه بوده برخورد است. در نتیجه خود راننده شریفوف جراحات وزنین جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا
مرد 50 ساله ساکن شهر خوجند با گمان قلابی دستگیر شد. نام برده 13 مارس سال 2021 تخمیناً ساعت 2:00 در بازار فروش автомاشین های دوستی واقع در نویه باباجان غفورов با روی فریب به باوری مرد 38 ساله ساکن جماعت دیهات کلکند شهر اصفهان در آمده از او автомاشین شخصیش تمغه اوپل استرا را به مبلغ 60,000 سومون نرخ‌گذاری نموده گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. نسبت به گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.